ما برای این صفحه محتواهای متفاوت آماده کرده بودیم. ما جلسه میذاشتیم برای بهتر شدن کارمون، فکر میکردیم که ما یهو با جنگ روبرو شدیم. حالا میدونیم اگر فرصتی هست برای جلسه گذاشتن، برای ویدیو گرفتن یا ویدیو دیدن، برای آپلود کردن یا دانلود کردنش، این فرصت اونقدر مغتنمه که باید مهمترین پیام ها منتقل بشه. ویدیوهای قبلیمون رو میذارم برای روزای بهترمون. تو این سری جدید میخوام از زنجیره ترمیم بگم، چیزی که بر اساس تجربه زیسته است، چون کتاب و تئوری دیگه نمیتونه کافی باشه. این روزا مهمترین کاری که داریم مراقبت از خودمونه. من به خودم و مخاطبایی که برای این ویدیو همراهمون میشن این پیامو میخوام بدم که مهمترین کار این روزای ما مراقبت از خودمون و ترمیم روح آزردیدمونه. مراقب خودمون باشیم. امروز میخوام حرف از مراقبت بزنم، اما نه از اون مدل مراقبت‌های رنگی رنگی و قشنگش. این روزا مراقبت یعنی طاقت بیاریم. مثل خیلیا منم این روزا کم طاقت شدم، بی‌حوصله شدم. کلی هم با خودم کلنجار رفتم. سرآخر یه چیزی رو فهمیدم. اگر بخوام مراقبت کنم یا به زبون این روزامون طاقت بیارم، اول باید خالی بشم. این خالی شدن میتونه گریه کردن باشه، میشه داد زدن تو بالش باشه، میتونه دویدن باشه، میتونه خوابیدن باشه. فقط نکته هست اینه که یادمون باشه خالی کردن ما باعث پر کردن کسی دیگه ای نشه. به شیوه‌ش هم فکر کنیم.